الرحیم. درود بر شرف تک تکتون که حضور پیدا کردید و نهایت احترام رو داشتید برای پرچم. دیروز از من تعهد گرفته شد که دیگه رو سنگر نرفتم، اما توی گزارشاتم نوشتم تا گردنم هم بره، تا زبونم کار کنه، جان در تنم باشه، پشتوانی کارگر هستم. نه به خاطر خود کارگر، بلکه به خاطر بقای هفت‌تپه و خودم. و نوشتم که من صحبت‌های صنفی و اعتراضات صنفی خودم رو ادامه میدم. و آقایون، این به تاریخ بپیونده. من دیروز گفتم اگه مردم تو سنگر خاکم کنید، ولی فکر کفنشو نکرده بودم. این کفن منه. درود بر شرفتون که پشتوانه حمید پرچمو تعویض کردید که به فکر و ایران و ایرانی و کارگر ایرانی هستید. درود بر شرفتون.